سلام علیکم برادرای غریب. یا پیغام اینام شیر محمد یوانی به خواهشی برادرای خاولینگی التماس کردن که یه انیکدوت بگو درباره برادرای خاولینگی. این جای خفگیش نیست برادر، این انیکدوت دای گفتی رحمتی دادم که سم پپرسید شیطان میبیارن در دهه در بازار پشتاوز که میبندن همه خیلی دهه در یک نماینده میمونن میگه آدمی گذشته بزنن نمیره. یک کس همه گذشته اومده سه میگه نه برادر بز ای کجا میشی؟ گفته ای غرم میشم. گفته همه شیطان بزن کلپیچ میگیره میزنه شیطان رو در روش خونسار بشه میگذره میره. با کم تر دیگه مثل که یک آدم دیگه لپوتکه ارخش دانسته نماینده میگه بس همین شیطان میگه همین زن این بگذاره. یوان شیطان رو لپوتکه شب میکنه، لپوتکه در دست شیطان میتونه میگذره میره. یک آدم دیگه میگه مایده کیفه که دانسته میگم بس ای کجا میشی؟ گفته ای خاولینگ میشم. ای خاولینگ گفته برادر ای خاولینگ باشه همین شیطان بزن شه. ای خاولینگی هم کاستمون بروی پشت دیگه صاحب دولت سیمش که ختیام خیلی میزنه در روی شیطان میشینه زمین ده گریه میکنه همه خیلی ناله میکنه. یاوانی میشنه عبرت میگه شیطانی نکو میگه گریه نکو غرمی کرپیچ خجیزت گریه نکدی من لپات کشاب کنم ده و بنید خون گریه نکدی همه کلاب خاولینگی یه سیمش که خجیزت مردی. گفته براتن نمردم پراستم من ده عبید داشتی که فرزندی پدرم مرا به سیمش که زد. جانانه بهار میخیره میگذره، هم سیخ و کباب میخیره میگذره. یک روز به نونی قاق قناعت کردیم تر کرده به آب ده میخیره میگذره. سلام علیکم برادرای عزیز. در این سپیدم به همه شما محبت الهی خانه آباد تمام خوشیای زندگی رو تمنا میکنم. پیش همه ای خداوند زمین و آسمانی به همتون سلامتی بردوام. خانه آباد بازگشت به وطن به نسل خیش و تبار یار و برادر پدر و مادر خود بگذار در خاندان هر یک کسی شما همه دسترخوان پر ناز و نعمت در کنارتان والدینتان باشد. سلامتی بردوام. زنده و سلامت باشید.